дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари дар он дунёи нависандаи халқии Тоҷикистон Фазлиддин Муҳаммадиев дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори 37. дар ватан ҳозир айни вақти консерти нисфирӯзии радио ба ягонта суруд зор шудам. хоҳарам Барно, хоҳаронам Ҳанифа, Лайло, ба шунидани овози рӯҳнавози шумо муштоқам. кош савте аз шумо ба ин ҷо мерасид ва ин гӯри нимторикро андаке мунаввар месохт. گاهی که کس موسیقی دوست داشتهش را میشنود گمان میکند که او را برداشته به آسمان میبرند. گویا وی یک جسم بزرگ و توانایی است، به اندازه بزرگ و توانا که آن از حد و امکانیت انسانی بیرون است. گویا همه زیبایی و نفاست عالم جمع شده و صورت نوایی را گرفته به وجود او داخل می شود. در خانه صوت‌های دلخواهم را به مگنیتوفون نوشته ماندم. گروغلی، آپرای دلپذیر عزیر حاجی‌بیکوف از آن جمله. در آخرهای این آپرا اوفر شوخی شورانگیزی هست که با نزاکت خود هر کس را تسخیر می کند. اوفر شوخ نامعلوم به سرود مؤثر فارسی گذشته می رود. صوت‌های با تمکینی با ملاحت گاها الماس پاره های به هم پیوسته بر این پسی هم برآمده عالم را از جلوه و درخش فارم پر می کنند. گاه در پیش نظرتان آسمان صافی از شفق صبح اندک لالگون پیدا می شود که در قعر آن ترنه ها بال زنان به سوی وطن خود می روند. ناخواست اطراف زمین و آسمان همه کائنات از عتاب شاعر پر می شود. ساقی به نوری باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. آره، این محض خطاب است، خطابی که در آن هم تنتنه دل آزاد، هم مشقت‌های به خاطر آن کشیده شاعر افاده یافتند. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای به خبر ز لذت شرب مدام ما. کسی سخت سلفه کرد. این اسرافیل بوده است که خستن برای جلب کردن دقت من سلفه می کرد. اسرافیل در بالای سرم راست می استاد. در تکیدر حجره خدمتگار جاسوس نمای احسان محمود سلطان دکک نشسته زهرخنده می کرد. از پس تیریزه ملا اراقکه، تیمورجان قاری و ملا تیشبای با حیرت به کمینه می نگریستند. خود را فراموش کرده سرود را با آواز بلند خواندم. ارواح زند این محبوسی را، به عصبهایم تأثیری ناگواری رسانیده است. عرق سر و رویم را پاک کرده به چایخانه سری کوچه برآمدم. چای نوشیده به دیواری دغر بغل سیاه چایخانه می نگرم تا که خیالم پریشان شود. سقیج می شد، می خواهیدم خیالهای اذیت آور از سرم دم دورتر می رفت. حالا از بقال یک کیسه سقیج امریکایی خواهم خرید. از افتکار تا به وطن رسیدن بسیار لازم می شود.
در کنج نیمتاریک چایخانه دو مردی زهر رنگ نشسته چلیم میکشیدند. تماکو را به سرخانه ترک کرده میاندازند. بعد تا علاو گرفته دود برآمدن آن رسان نیم ساعت با نوبت قرقر کنان بادی پر از زهر را میکشند. خدمتگار جاسوسنما این واقعه را به خوجینش بی‌شبهه با شادمانی خبر خواهد داد. حاجی مگر در مدینه منوره اشوله میخواند؟ با حرارت خواهد گفت نوکر جاسوس. در اینجا لا شک گپی هست. بله، گپی هست. بنده در خانه خود بعضا مگنیتوفون، رادیو پریامنیک و ریپرودوکتور را به هم وصل کرده در سه گوشه خانه میمانم. پس خودم در مابین نشسته یگان موسیقی دوست داشتم را گوش میکنم. گرچنده از این خیل موسیقی شنوی اکثرا دلم آب و ابگار میشد. بعد روزی کار که چندین بیمار را در پلیکلینیکا و طبابتخانه دیدم معالجه می کردم و خسته شده به خانه می آمدم، این تدبیر از بهترین نوعهای استراحت بود. بار اسکندر به خانه آمده مرا در این حالت دیده قریب 1 ساعت از پس سرم ساکت نشسته است. خیر؟ سیر شدی آخر؟ گفتن او مرا به خود آورد. با آمده در اینجا نشستنم 100 سال شد. ای برادر، ببخش، من نفهمیده ماندم. هیچ دیوانه را ندیدم که به این منوال موسیقی شنود. وریانت دیوانه ها نیز بیشمار است. هزاران برگ یک درخت یا سنگریزه های زیر یک دریا برین. من پگاه به علیزاده میگویم. علیزاده هم کسب ماست، دکتر عصب. در حقیقت اسکندر به او منظره دیدهش را نقل کرده است. وای برعکس تو را تعریف کرده مرا کاهش کرد. به خدمت تهمت بالنجی آویزان خبر داد. روز دیگر اسکندر خوب شده از سزای سری خبرکش. همین برادر. سفر مفی. صبح روز پنجم آوازه شد که در ایرپورت جاده مبارک پریروز روز 13 می 50 نفر حاجی مرده است. همین قدر مسافران در بندر بحری نیز شهید شدند. بعضی ها می گفتند که وبا آمده است و بیچاره ها از آن بلای ناگهانی مرده اند. دیگران می گفتند که آفتاب کشته است. آدمانی به طیاره و کشتی ها منتظر چنان بسیار بودند که از آفتاب مینه‌سوز سرپناه یافتن نمی توانستند. در اندام همسفران علامت ماتم سیکه زد. بالای سوخته نمک آب حاج عبدالخلیل اکا نقل میکرد که سالهای پیش در این مراسم حج هزاران هزار حاجیان به همین گونه دردها گرفتار شده یا آفتاب زده میمردند.
در مینای مبارک هر روز خبر فوت چند حاجی را میشنیدیم. آنگاه همسفران میگفتند که آدمی مردگی بطالع بوده است. در آستانه مکه مکرمه یا مدینه منوره مردن غایت خوشبختی است. حالا این آوازه باعث خرسندی نشد. از افتش برادران اکنون به شهید شدن چندان شتاب نمی کردند. ایشانی محمود سلطان شخصا آمده مرا تکلیف نمود که همراهش به ادارت الحج بیروم. کوچه ها را تماشا کرده می آید. در کنج خانه زیغ شده می نشینید می گفت ایشان. من اسرافیل را کشاله کردم تا 3 کسه به کوچه براییم. هر 3 به کوچه برآمدیم. از سوال دیروزه اسرافیل به دلم تشویش افتاده بود. مبادا می گفتم در زیر کاسه التفات حضرت ایشان نیم کاسه باشد. ایشان پیشا پیشی ما چابکانه قدم پرتافته نام محله ها، مسجد های سری راه را گفته می رفت. در خیابانچه ای که نهال های 2-3 ساله نیم پژمرده داشت و علف زیر نهال ها را مسافران در تلاش سایه پایمال کرده بودند، حضرت ایشان را یک گروه حاجیان ایران میانگیر کردند. همه آنها برابر از تمام شدن کیسه خرج خود شکایت کرده زودتر به سفر اجازت گرفتن ایشان را طلب می کردند. ایشان با وعده فراوان دامان خود را از دست مسافران وارهانیده باز به پیش ما افتاد. بینای 2 قبطه ادارت الحج از آدم لیق لیق پر بود. در مابین راهروی آشیانه دوم مردی بزرگ جثه ایستاده و به اطرافیانش یک ذیل جواب میداد. با آنهایی که از روزی ساعت سفر میپرسیدند سفر مفی بس میگفت. با آنهایی که آیا یگان خبری تازه هست گفته سوال میدادند خبر مفی بس میگفت. جواب گرفتگان از پیش منصبدار نومیدانه دور میشدند. جای آنها را زود نو آمدگان اشغال میکردند. منصبدار هم روی خود را گاه به این و گاه به آن سو گردانیده توتیوار تکرار میکرد. سفر مفی بس، خبر مفی بس. حضرت ایشان از ادارت الحج برآمده با یک تنتنک گفت من حاضر شما را به یک جا میبرم که کیف میکنید. آنجا را از ظهور الکوزینا یعنی کوزینای نو میگویند. کوزینای نوشان باغچه‌ای بوده است که از سطح کوچه تقریبا 3 متر پستر واقع گشته بود و کمتر از نیم تناب وسعت داشت. در یک سمت باغچه ایوان پوشیده شده بود و در یک گوشه ایوان میز پهنی پینگ پینگ تنیسی روی میزی می ایستاد. ایشان به این میز اشاره کرده به افتخار گفت که شبانگاه در این کوزینا جوانان جمع آمده گاه گاه پینگ پینگ بازی می کنند. این یگانه بازی مدنی اسپارتی بود که در بدل 2.5 هفته مسافرت در این کشور می دیدم. در مملکتی که تئاتر یا قصر مدنیت آن سو ایستاد اقلا یگان تا کینا تئاتر میده‌ای که نداشت، میز پینگ پینگ در حقیقت نشانه از عالم عجایبات بود. هنوز در مکه مکرمه یک دکتر دندان نقل کرده بود که 2 سال قبل از این دادر اعلی حضرت شاهزاده فیصل که نظر به برادرانش قدر طرفدار جاری گشتن مدنیت نوی غرب بوده است عهد کرده است که در پایتخت عربستان یک تا کینوتئاتر گشاید. شیخ ها و سرکرده های قوم و قبیله ها از نیت شاهزاده واقف گشته آشوب برداشتند.
آنها شاه سعود را وکیل و نامه‌باران کرده گفتند که اگر نیت شاهزاده آید به ساختمان قدمگاه ابلیس راست و جدی باشد، پس در این سرزمینی محبوبی الله تعالی یا فیصل بماند یا همه آنها. معلوم که امیر فیصل از ساختمان یگانه کینوتئاتر هم دست کشیده است. در زیر ایوانی از ظهور الکوزینا فرصت نشسته دم گرفتیم. بجز ما و یک خدمتگار دیگر کسی نبود. وی به ظرف یک خواب آورد. در بازگشت ایشان ما را با راه دیگر می برد و از تاریخ مدینه منوره حکایت می کرد. ناگاه قدم خود را سست‌تر کرده از من پرسید که در کدام محله سمرقند تولد یافتم، پدرم چی نام و کسب و هنر داشت. گفتم که در محله یلنبیک تولد یافتم. کسب و کاری پدرم حتی اصل و نسب بابایم را نیز بیان کردم. یلنبیک خیال‌آمیز تکرار نمود حضرت ایشان. همین خیل محله هم بوده است دیگه؟ هست. در سری راه پنجکین. از یک طرفش گذری میرزا پولاد، از دیگرش در زنجیر، از سیومش فخ ابولیس. ها اکنون به یادم آمد. جای نقص بوده است. خودتان هم فرزندی آدمانی درست بوده اید دکتر جان. الها به کمال رسید. حضور و حلاوتی فرزندانتان را بینید. دعا کرد ایشان و دست بروی کشید. اسرافیل نیز آمین گفت. من هم دست بروی کشیده در عین زمان به چهره ایشان نظری افکندم. از قیافه او بجز افاده نیکخواهی و صمیمیت دیگر چیزی را خوانده نمیشد. در حقیقت این بار او صمیمی دعا داد. ایشان من و اسرافیل را در چایخانه نشانیده خود حاضر می آیم گویان به کجای غیب زد. در پیش چایخانه ایستگاه تاکسی های سبک رو بوده است. در بین سیاره های بسیار والگی خودمان را دیده به نزدش رفتم. به اختیار به قنات ها در و تیریزه هایش دست رسانیده در گیردش دور می زدم که صاحبش مرا مسافر به یگان جای رونده پنداشته دویده آمد. پس از سلام و علیک پرسیدم که سیاره چطور است؟ آیا با او معقول است؟ معقول؟ هو قویس سیاره گفت راننده با چهره کشاد. وی هم به کوزف نوازشکارانه دست رسانیده کیم چی ها می گفت. ظاهراً پرداشتی و در هوای گرمی بیابانهای اینجا به ناز و نوز و خوب کار کردنی آن را تعریف می کرد. از صاحبش اجازت گرفته به درون سیاره در آمدم. پس از لحظه اسرافیل نیز آمده از پهلویم نشست. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدی شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتار 37